خب، سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران دوستداران DLS 24. خب اومدیم با امروز با آموزش درخواستی خودتون، یعنی چجوری اکانت بدیم و اکانت بگیریم. ناموسن؟ اکانت بگیریم که خودتون خیلی گفتین و دوست داشتین بدونین چجوری هم میشه اکانت داد هم گرفت. خب خیلی هم فکر کنم پرطرفدار باشه این ویدیو که چجوری اکانت بدیم و بگیریم. خب اولین کاری که ما میکنیم وارد بازی میشیم و بعد روی قسمت ستینگ میزنیم، این بالا چپ میزنیم رو قسمت ستینگ و پایین راست اینجا پایین راست میزنیم روی این. خب براتون این قسمت رو بیاره، میزنین اینجا، این میزنین روش. آورد. خب حالا آورد. بعد اینجا این تیکه، خب 3 تا گزینه آورده، 1 2 3. این تیکه مال چیه؟ یعنی این تیکه فکر کنم روی 3 تا گوشی هست. این تیکه که گوشی خودمونه، یعنی اکانت اصلیش رو گوشی خودم. حالا بقیه اکانت ها رو گوشی های دیگه، یعنی این اکانت روی 3 گوشی هستش. اینجوری میشه فهمید رو چند تا گوشی اکانت داریم و میتونیم با زدن ضربه در 2 نفر رو اکانت خودمون بندازیم. حالا زیاد این مهم نیست و اون چیز دیگه بهتون بگم. خب حالا میزنیم کدو به دست میاریم. اینجا میزنیم روش، زده فکر کنم کد داره. این تیکه کدو زده برام اینجا، یعنی به طرفی که میخواین کدتون رو بدین که بزنه اکانتتون بره اون گوشی، اینجوریه. این گوشی رو میزنیم روی این، یعنی اینجا این رمز اکانتتون. خب برمیگردیم، فقط هم 5 دقیقه وقت داریم اینجا و میایم روی لینک پروفیل، اینو میزنیم و حالا رمز اون اکانت رو مثلا اینه، مثلا میزنیم. بعد اگر مثلا بود اس 2 تا اس بزرگ بود، بعد یه دی کوچیک بود، باید طبق همون عمل کنیم، 2 تا اس بزرگ و یه دی کوچیک، وگرنه اینجوری نمیشه، نمیاره براتون. بعد اینکه رمز اکانتو زدین میزنید روی دوباره لینک پروفیل و براتون بازی میاد از اول. بعد بازی که از اول شد بازی میاد اینجا، بعد شما دیگه میزنید رو ترکیب و ترکیب براتون بالا میاد و راحت میتونید ترکیب ببینید. خب دوستان عزیزان، اینم از آموزش چجوری اکانت بدیم یا اکانت بگیریم. با ما همراه باشین تا پستای دیگه رو میذارم قطعا جذابتر و زیباتر. خدا نگهدار.